در هر صورت که حاجی خدا مادر قدیر رو بیامرزه، خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه داداش من. ولی میخوام اینو بگم، میگم که داداش من، برادر من، تا زمانی که هستین با هم دیگه ردیف باشین. اگر نمیخواین با هم دیگه ردیف باشین، اگر یارو 2 روز دیگه هم خدای نکرده از دنیا رفتم، بگو آقا به کیرم که رفت دیگه. کسبازی در نیار دیگه، به حرص همه رو در نیار. یارو زنده است الان سر 1000 متر 2000 متر زمین به خاطر اینکه بچت میخواد ازدواج بکنه با برادرت غری، درسته؟ به خاطر اینکه بچته، ولی بچت بگو به کسکش برو دنبال زندگیت، برو کیر خر، برو. مگه پدر ما داد؟ این همه بچهای مردم مگه پدراشون بهشون دادن؟ بچه کونی برو کار کن بلا نسبت دیگه. پدرت که کستن نبود تا آخرین روز عمرت خرجت بده که. این چه کسبازی هستن؟ اینو بلا نسبت رفقا، من این باید 2-3 نفر میگم خارجی ها رو دارم میگم، فهمیدی؟ خارجی های سمت آفریقا واقعا کار نمیکنن، کسخلا فقط دست پدراشون میگیرن که شکار خرس، خوک، آج فیل، آج کرگدنای وحشی، آجاشون خیلی چیزن که بگیرن با اون آجا بتونن چیزای زینتی بسازن برای زینب ها. فهمیدی چی شد؟ اینا رو دارم میگم. ایران که بنده خدا همه جوونا خودشون دارن سخت کار میکنن، جان کیرت خیلی خستن. جوونا که من خودم تا سن 24 سالگی تو ایران، تو بگو 1 ثانیه بگو اصلا همش خارکسته فکر میکردیم یا انقلاب میشه به زودی. حالا سوال من این بود که انقلاب میشد مگه به من چیزی میدادن اون موقع؟ آیسان میگم مگه انقلاب میشد اون موقع هم این کسکشا میرفتن؟ تو فکر کردی مثلا شاهزاده میومد چالوس، آیسان جان بفرمایید من با 2 تا صندوق سکه خدمت رسیدم، من میگم نه شاهزاده بذارید من برای شما کار. کسخلی مگه؟ گرفتی چی شد؟ حالا موقعیت بهتر میشه، اینا انشالله بیان، کار بهتر میشه، رفاه بهتر میشه، مردم آرامش میگیرن. اصلا کسخاری هیچی، ملت آرامش میگیرن. مردم بابا تو تهران الان یه بوق اشتباه بزنی احتمال داره آب کلیت بریزه سر بیعقی آجی، واقعا میگم. یعنی اگه مثلا 2 تا بوق بزنی که تحالت تو تهران پارس، یعنی هم فلک اول تمام تحالت تو خیابونه. اصلا سمت غرب نریم، اونور رو نرو، سمت غرب اصلا نریم میگم. اونجا که سوراخچون رو بخیه میزنن از دهن باد برینه یارو، اینقدر اعصابا خرابه. میگیری دارم چی بهت میگم؟ این 8 سالی که من تو دولت بودم به خاطر چی میمونیم اگه گند زدم؟ احمدی نژادم کف کنیم. چی کار احمدی نژاد بدبخت داری؟ آقا احمدی نژاد تو آدم خوبی هستی با کت برفی، فیلم بود مردی با کت بهاری. احمدی نژاد قبلی اومدم استوری بگیرم دستم خورد عکس گرفت گذاشتم. من میرم پایین دوشموش بگیرم، ساعت 4:30 وقت ماساژ دارم دیگه. هر جا میرم برای شما استوری میذارم آجی دیگه. منم کسی رو نرم، تنها اومدم، تنها. Oh my god اگه اینجوری بودم آجی. آقا مواظب خودتون باشید. بذار با این صحنه حداقل نرین، وایسا، بذار با این صحنه حداقل برین که ذره آرامش حفظ بشه آجی.